ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 17 ساله ساکن شهر استرافشان با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده شب 7 ایون سال 2024 تخمین ساعت 23:30 دقیقه هنگام در نزد سرتراشخانه صبور واقع در خیابان اسماعیل سامونی شهر استرافشان قرار داشتنش با جوان 19 ساله ساکن شهر مذکور از حیثیت افباشی جنگ و جنجال نموده از داخل سرتراشخانه یک عدد قیچی را گرفته قصداً 2 مرتبه به قفس سینه جبر دیده زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 33 ساله ساکن شهر خوجند 5 ایون سال 2024 تخمین ساعت 15:30 دقیقه در نزد بنای ساختمانش ناتمام واقع در محله 33 شهر خوجند با مرد 40 ساله ساکن شهر مذکور به یگان اساس جنگ و جنجال نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی با چوب و خشت از این حدود دریافت نمودهش به سر و رویش زده است. در نتیجه جبر دیده موافق خلاصه تشخیص سعودی طبی جراحت وزنی جسمانی برداشته است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده قسم 1 ماده 112 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه جبار رسولوف عریضه جوان 23 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که 2 ایون سال 2024 تخمین ساعت 14:20 دقیقه هنگام در شرکت اسکندر قرار داشتنش شخص نامعلوم با راه پنهانی از جیبش یک عدد تلفن موبیل تمغه آیفون 13 را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 22 ساله ساکن همین نوحه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوحه سینو عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که ماه اپریل سال 2024 هنگامی در کوچه عبدالله بیکوف قرار داشتنش مرد 35 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او یک عدد افت تمغه بمو را به مبلغ 27,000 دلار امریکایی نقد گذاری کرده گرفته تا مبلغش را برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.